های گایز، امروز با هم دیگه رفته بودیم خرید. همونجور که بهتون قول داده بودم مارک وت ان وایلد رو میخوام براتون ترای کنم برای آیبرا، پنسل و جل ابرو. گفتم بذارید امتحان کنم. این مارک بسیار ارزونه ورسز بنفیت، مارک آیبرا جل بنفیت، دیور. خط ابرو همیشه من دیور استفاده میکنم، بنفیت استفاده میکنم و مک. ولی گفتیم بذارید یه چیز ارزون تر استفاده کنیم ببینیم آیا درست کار میکنه یا نه. بزنید بریم. الان دارم خط چش وت ان وایلد رو استفاده میکنم. خط چش نه، خط ابرو، ببخشید، خط ابرو. نگاه کنیم بچه ها ببینیم خط ابروش چجوریه. not bad. خط ابرو وت ان وایلد. حالا جل ابروش رو میخوام مصرف کنم ببینم جل ابروش چطوره. جل ابروش بچه ها مثل مک یه طرفش فلت نیستش، ولی با این همه قیمت $3.49 به نظر من میارزه. Let's give it a try. Let's give it a try. من از بیس میگیرم، هولدش میکنم. خیلی خوب، بیس ابروتون رو میگیرید، هولدش میکنید، then we let it go. چون فلت ساید نداره not bad. بچه اصلا این بد نیست. الان دارم اینو استفاده میکنم، مارک وت ان وایلد، و به نظر من قشنگ شد برای قیمتش. it works. حالا بیایید بریم مارک بنفیت رو سمت راستی استفاده کنیم. خوبی براش های اینا اینه که بچه ها یه طرف براشت فلته، سو کاری که میکنی اینو که میزنی بالا میتونی با این هولدش کنی که این جل سر جاش بمونه. خب حالا ببینیم آیا قیمت 20 خورده $. با مارک اون چقدر فرق میکنه. من یه آیدیا دارم براتون. آیدیای من چیه؟ آیدیای من اینه که اگر که میخواید، اگر که هد جل بنفیت رو دارید یا مال مکو دارید، استفاده کنید برای جل این. یعنی این جل رو بخرید. اگه براش اینو دوست ندارید، کاری که میکنید بنفیت رو در میارید. خب نگاه کنید، نگاه کنید. من اینا میخوام بکشم تا بالا، شما ببینید که این الان همین وت ان وایلده، ولی وت ان وایلد براشش براش خوبی نیست. ببینید تمام. والا we are done. You know what؟ من فکر میکنم از این به بعد وت ان وایلد استفاده کنم. فقط ممکنه برای براشش براش بنفیت رو استفاده کنم. شماها چی فکر میکنید؟ I think it looks good. خط ابروم هم خیلی قشنگه. من که راضیم. شما you be the judge. ببینید شما چی فکر میکنید. آیا قشنگه یا قشنگ نیست؟ کامنت برام بذارید، برام خیلی مهمه. راجع به میکاپ هم بچه ها توی یوتیوب چنلم راجع به میکاپ از A تا Z با هر قیمتی، با هر قیمت مناسبی بهتون قراره پیشنهادامو بدم. Love to you all.